با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. در این بخش میخوایم نمودار کاردانو رو براتون در ادامه تحلیل بکنیم. بابت تأخیر پیش اومده عذر میخوام و اینکه من میخوام تایم فریم نمودار کاردانو رو بذارم به 1 روز، یعنی با 1 روز این تحلیل رو آغاز کنم. حالا من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ما چیزی که حالا مطابق با واقعیتی هستش که به وجود اومده در نمودار کاردانو با توجه به دوره‌ای که از سال 2013 14 طی کرده تا سال 2025، ما میخوایم بگیم که کانال هایی که رسم کردیم میتونه متفاوت با اون چیزی باشه که در ادامه روند میره جلو. حالا من میخوام یه ذره بازتر کنم این قضیه رو، یه جور دیگه تحلیل کنم و حالا اون طرز فکر دیگه‌ای هم که از نمودار دریافت میکنم رو باهاتون به اشتراک بذارم. همین که بخوایم از لحاظ رفتارشناختی ببینیم که چقدر تحلیل قبلیمون میتونه به واقعیت نزدیک بشه یا اینکه سناریو کجا میتونه تغییر پیدا کنه. خب من اگر بخوام یک کانال ترسیم کنم بین نقاطی که من اینجا شکل دادم، یعنی از اون تایمی که در گذشته داشته و بعدش پیکش رخ داده، خب با این تفاسیر من اگر بخوام از اونجایی که نمودار قبلیمون شروع کرده به رشد، یعنی این نقطه، این دو نقطه، یه نقطه اینجا ایجاد کرده و شروع کرده به رشد. حالا چیزی رو که ما توی روزانش داریم بررسی میکنیم، نگاه کنید یه سری کف ها رو به ما داره نشون میده. میگه که آقا این کف با این کف اصابت داره و حالا تو دوره بعدی که میشه 2025. حالا من همین رو میتونم موازی با این قسمت قرار بدم و همین رو با نقطه بالایی و نقاط دیگه ببینم کجا همدیگر قرار بدن. خب نگاه کنید اینجاها هم همدیگر رو تاچ میکنن، یعنی نمودار به قشنگی چیزی که ما حالا کشیدیم در نمودار قبلی که تحلیل کردیم به این شکل بود. یعنی ما گفتیم این نمودار ما این روند صعودیشه. خب حالا اگه ما کانال رو به این شکلی که اینجا ترسیم کردیم ترسیم کنیم، حالا من این نقطه رو میگیرم، این نقطه بالایی که دور از ذهن نباشه. خب میبینیم که چند تا کانال ما داریم که یعنی یک کانال هستش مثل نمودار تقریبا دوج کوین که تو دوره اول تو این کانال قرار داشت، تو دوره دوم اون کانال رو شکست و یک کانال جدیدی ایجاد کرد. بنابراین ما بخوایم با این دید بریم جلو که آیا تحلیل ما درست هست یا نه، کانال هر کسی میتونه به هر شکلی که فکر میکنه از ذهنیتش درسته بکشه، ولی در کلیت تحلیل ما تاثیر نمیذاره. چرا؟ به این دلیل که من اگر این نقطه رو بگم که آقا از اینجا شروع یه روند جدید بوده، یعنی من این رو با یک بیزی اگر بکشم از این نقطه ترسیم کنم که نقطه کفی بوده که ساخته و بگم این روند نموداری من بوده، خب از این نقطه به بالا روند نموداری دوره قبلم بوده و همینطور از این نقطه که جلوتره به سمت بالا روند نموداری جدیدم. خب حالا با توجه به چیزی که ما داریم میخوام تحلیل کنیم ببینیم آیا درست هست یا نه. خب
من اولندش که توی نمودار قبلی بهتون گفتم فرض کنید این نقطه، یعنی از اونجایی که شروع حرکت شروع کننده حرکت بوده، این نقطه رو من از پیک نمودار رسم کردم به سمت آخرین صعودی که قبل از آخرین کف ایجاد کرده. یعنی از اینجا شروع به حرکت صعودی کرده، یه اصلاحاتی در پیش داشته و صعود کرده. خب من همین رو اگر برای این نمودار ترسیم کنم، خب من بگم آخرین صعود این بوده از اینجا، این هم جهت نمودارم هست و این هم جهت روند. خب چرا ما این نقاط رو در نظر گرفتیم؟ به خاطر اینکه ما ابتدای به امر اومدیم گفتیم این نقطه پیک نمودار. حالا من نقاط رو زیاد نمی کنم. این نقطه پیک نمودار، این بیشترین کفی بوده که بعدش یه اوجی زده، این اوج بعدیش و دوباره یه کف اینجا و بعدش یه سقف اینجا و یه کف اینجا. خب من حالا میخوام بگم که به چه صورت هست. خب نگاه کنید، با توجه به نمودار تو دیلی داریم بررسی میکنیم. من میخوام دقیق‌تر برم جلو که نمودارم رو بررسی کنم. خب با توجه به این نمودار شما همین 4 نقطه رو اگه در نظر بگیرید، یه نقطهش اینجا ایجاد شده که من بخوام شکلشو بکشم، این نقطه دوباره بعد اون اومده یه کفی زده، این نقطه یه اوجی زده، این نقطه دوباره یه کف و بعدش اوج بوده. البته من این کف رو اینجا نکشیده بودم، این کفی بوده که قبل از یه صعودی بوده و بعدش این نقطه و بعد یه کفی که حالا به ذهنیت ما اگر اصلاح در پیش نباشه، اگه اصلاح باشه که باید کف این کانال رو بزنه، اگه اصلاح در پیش نباشه باید به سمت بالا حرکت کنه. خب ما حالا چیزی که میبینیم این رو هم ترسیم میکنیم. نگاه کنید از این نقطه این نقطه این نقطه این نقطه و این به سمت بالا. من اگر این دوتا نقطه رو حذف کنم 5 استپ من شکل میگیره. یعنی بگم این که نقطه ایه که بعدش اوج شروع میشه. چرا؟ چون که بعد این روند نمودار روند رشد بوده. خب من اگر پس اینو ترسیم کنم، خب به چه شکل هست؟ به این شکل هستش که یک نقطه در اینجا داریم، یه نقطه نزولی، استپ شماره 3 4 و 5. این 5 استپ نموداره. دوباره از اینجا یه نقطه 2 3 4 و 5. همونطور که گفتیم، ببخشید یعنی این نقطه رو با این نقطه جابجا کشید. خب اینو حذف میکنید، این نقطه رو حذف میکنید. خب نگاه کنیم درسته. حالا با توجه به تصویری که ما داریم میخوام ببینیم که رفتار شناختی این نمودار به چه شکل هست. خب رفتار شناختی ما میگه که، خب من این بیزی ها رو حذف میکنم، این رو هم حذف میکنم. ما 2 تا آیتم داریم برای تشخیص حرکت. جاهایی که به کف کانال رسیده، یعنی اینجا کف کانال این قسمت بوده، اینجا این قسمت بوده، اینجا به نظر ما این قسمت هست. خب اگر ما بگیم که اینجا چه اتفاقی داره میفته، حالا چرا روند صعودیه، چرا به نظرمون رشد در پیش هست، چرا تحلیلمون رو نزولی بررسی نمی کنیم،
ببینید من دارم میگم کف این کانال، یعنی اینی که من به خط مشکی رنگ در میارم، تا اینجا اصلاح رو میتونه در پیش داشته باشه. ولی چرا روند صعودی؟ اولین نکته این که توی تحلیل ما من اینو باز میکنم که یه ذره مشخص تر باشه و پترن ما شکل بگیره. ببینید میتونه این نقطه یه نقطه‌ای باشه که به صورت W شکل بگیره و این سقف کانال رو بزنه. خب پس من اگر این نقطه رو به شکل W در نظر بگیرم، به یه رنگ دیگه حالا ترسیمش میکنم، رنگ بنفش. خب این نقطه به سمت بالا در حال حرکت. حالا اگر این اصلاح تموم بشه، ما چیزی که انتظار داریم از این نمودار، تا اینجا رو من رسم میکنم، خب نمودار ما این نقطه رو به ما نشون میده که عدد 1.5 هست، یعنی این نمودار رو شما در نظر داشته باشید. خب من برای اینکه واضح تر باشه مطلب، خدمتتون دارم عرض میکنم که این نقطه اگر W یا دو کف در نظر بگیریم، نقطه ای که باید پیش بینی کنیم 1.5. چرا؟ من اومدم از همین ترسیمی که برای نمودار استفاده کردم و روند نموداری بوده استفاده کردم برای تحلیل این نقطه. خب این دقیقا داره یه نقطه رو نشون میده که توش نوسان بسیار زیاد بوده. پس این کانالی که ما داریم در اینجا مشاهده میکنیم کانال خیلی قدیمی و به شدت نوسان ساز بوده و در 2 دوره قبل این نقطه بوده که چندین بار اومده و مورد تاچ کردن قرار گرفته. در سال 2018 من 2013 برای صحبتم گفتم 2018 این نمودار به اشتباه گفتم ازتون پوزش میخوام. در سال 2018 این نمودار اومده یه سقفی رو ساخته. در 2021 یا 2021 اومده یه استپی رو اینجا ساخته که بعد از اون نوساناتی بوده رفته اوجی رو دیده و یعنی یه اوج جدیدی رو زده و بعدش دوباره اصلاح و یه ETH جدید. پس این نمودار گویای حقیقت هست که به چه شکل میتونه روند ما تغییر کنه. و اینو با سبز نمایشش میدم که شما ببینید و نقطه ای هم که ما اینجا در نظر گرفتیم همون 1.5 تا 1.60 هستش. حالا با توجه به متدی که توی رفتار نمودار میبینیم، من بازم حالا تاکید میکنم این کانال یک کانال دیگه ای هستش که من برای روند صعودی کاردانو ترسیم کردم. امکان داره طبق اون کانالی که توی ویدیوی پیش دیدید بره جلو یا طبق این کانال. حالا من میام یک جور دیگه هم نمودارم رو بررسی میکنم. من این پس رو حالا بذارید یه پیکسلش کنم که نمودارمون رو به هم نریزه و واضح باشه. خب این دایره ها رو من اضافه میکنم که شما ببینید نقاط کلیدی ما چی بوده و چرا داشتیم این رو تحلیل میکردیم. من اینو
حالا بازترش میکنم که منظور این دو قسمت رو به عنوان کف در نظر بگیرید. البته این کف پایین تره، ولی حالا در هر صورت. و بعدش بعد این اوج اومده یه کف سازی اینجا کرد. البته چون نقطه دبلیوه من به این شکل میکشم، این رو هم بزرگترش میکنم و 4 پیکسلش میکنم که پررنگ بشه، دبلیو دیده بشه. ما در این نقطه پس دو کف رو داریم مشاهده میکنیم. خب اگر برگرده حتما این نقطه رو تاچ میکنم، اصلاحش. و این نقطه هم نقطه حائز اهمیتیه. چرا؟ چون تو این استپ قرار داشته. پس من این نقطه رو هم براتون میکشم که بدونید چرا نقطه حائز اهمیتی بوده، چون در اون نقطه هم اون نوساناتی رو داشتیم. حالا بحثی که میمونه اینه که ما بخوایم ببینیم که حالا این استپی که داره میره تا کجا پیش میره. قاعدتا بعد یه دبلیو صعود عظیم داریم و صعود تا کجاست. خب دوستان نگاه کنیم، ما دو تا دیتا داریم برای اینکه تشخیص بدیم این روند درست هست یا نه. من یه ذره زوم میکنم به این قضیه. نگاه کنید اینجا وقتی یه اوجی زده شد و یه اصلاحی انجام شد، بعدش روند صعودی شد، درسته؟ اینجا یه اوجی زده شد، یه اصلاحی و روند صعودی شد. و از اینجا هم ما میگیم یه اوجی زد، یه اصلاحی، یه اوجی، یه اصلاح و روند صعودی. یعنی ما اینجا دوتا آیتم، اینجا دوتا آیتم، اینجا یه تک آیتم داریم که به ما میگه بعد از این قسمت روند صعودی شروع شد. حالا من میخوام در ادامه این قضیه، یعنی وقتی دبلیو اتفاق میفته، ببینم چه تأثیر روی نمودار من داره. خب اینو میذارم اینجا موقتی. حالا ما گفتیم که خب این اوج زده و یه روندی رو رفته بالا و تا نزدیکی نمودار قبلش رسیده دیگه. خب ما این رو هم میگیریم برای این نمودار. خب اگر من این رو در نظر بگیرم برای نمودار جدیدم و کانال رو هم ادامه بدم اگر اشتباه نکنم، خب من اول یه زوم بکنم چون خیلی تصاویر در هم شده و این نقطه رو من باید با یه رنگ دیگه مثلا آبی پررنگش کنم، این رو مثلا با رنگ قرمز برم جلو. خب خب و دقیق تر بخوایم رو نمودار بندازیم،
این چیزیه که ما اینجا داریم. حالا این نمودار هم باید گویای احوالمون باشه. خب نگاه کنید، اگر من این دوتا نقطه رو بگیرم، نقاطی که به هم دیگه، حالا اینو میتونم به رنگ دیگه کنم، مثلا نارنجی کنم، تقریبا نگاه کنید روند نمودار با روند حرکت، نگاه کنید از کجاست، از همین W من گرفتم. اینجا یه پیکی زده، اینجا یه پیک دیگه زده، اینجا یه اصلاح، یعنی دوتا پیک و یه پیک در نظر گرفتیم، اینجا یه اصلاح و بعدش به سمت بالا. خب من این دوتا نمودار رو تقریبا مشابه هم دیگه گرفتم دیگه. من اینجوری نبوده که بخوام نمودار رو از جایی بردارم بیارم بندازم، نه، از خود روند نمودار کاردانو بوده. پس بنابراین نقاطی رو که ما اینجا داریم، نگاه کنید، تقریبا گویای حرف‌های قبل ما هست. من اصلا دلیلم که این رو رسم کردم، ما گفتیم استپ اول ما خیلی مهمه که $1.5 رو باید بزنه که $1.5 این خط زد. من دوباره استپ 2 که در نظر گرفتم، گفتم با استپ 4 همخونی داره. استپ 2 من با استپ 4 همخونی داشته باشه میشه یعنی این خط. استپ بعدی من باید بشه، حالا یا اینو میتونیم بگیریم یا اینو میتونیم بگیریم، ولی من اینو میگیرم. چرا؟ چون یه اوجی رو تو قبل زده بود، بعدش رفته بود بالا و بعدش ATH جدید. یعنی روند نموداری رو اگه من بخوام در نظر بگیرم، به این شکل در نظر میگیرم که یه W اینجا ساخته، یه اوجی داره، یه اصلاحی میزنه، یه نوسانی در واقع میکنه، دوباره میره بالا. این نمودارم که برداشتم از خود همین نمودار قبلی بوده که قبل از شکل گیری W بوده، یعنی W اومده ساخته شده و من از همین برداشتم. خب این سه تا خط رو اگر نگاه کنید، سه تاش هم داره یه مسیری رو به ما نشون میده که این مسیر به نظر من مسیر حرکت همین عرض آدا یا کاردانو باشه. و من حالا یه دونه کرو هم اینجا رسم میکنم. کرو رو به چه صورت رسم میکنم؟ کرو رو اینجوری رسم میکنم که من فرض کنید اومدم تا یه قله‌ای، از یه قله دیگه وقتی به این قله رسیدم، 2 تا اصلاح داشتم در این نقاط، درسته؟ حالا من همین رو رسم میکنم به انتهای نمودارم، یعنی جایی که باید نمودارم تموم بشه. من فرض رو میگیرم اینجا، یعنی انتهای نمودار، یعنی انتهای کانال منظورم. میگم طبق نموداری که ما گذاشتیم، الان چرا دارم همچین حرفی رو میزنم؟ ببینید باید نقاط کف، یعنی ببینید این دایره و این دایره توش بود، درسته؟ خب البته ما اینجا رو باید در نظر میگرفتیم، من این ورتر رو در نظر گرفتم. این دایره و این دایره توش بود. این دایره و این دایره رو نگاه کنید، نقاط مماس نمودارمون هست. یعنی در واقع من زوم کنم به شکل، بذاره اینو باید جمع‌تر کنم، تقریبا اینجا نمودارمون حرکت کرده. خب اینو بیارم بچسبونم به سقف کنم، جایی که نمودارمون اون نقطه رو تاچ میکنه.
با توجه به این شکل منحنی که داریم دقیقا درست میشه. پس ما اومدیم نمودار رو رسم کردیم. حالا من این نقطه رو سر این نقطه اشتباه کردم. با توجه به این نگاه کنید، اصلا همین گویا یه اتفاق رویدادی هستش که تکراریه. نگاه کنید بعد از این کفی که ساخته، من این کفه رو میام ترسیم میکنم از این نقطه تا این نقطه، درسته؟ خب میام میندازم رو نمودار اصلی، ببینم چقدر مطابقت داره. باید نزدیک به همون، حالا با یه تلورانس دیگه، یه تلورانسی اگر باشه نگاه کنید همون مسیر رو طی کرده. این که تا اینجا طی شده، از اینجا به بعدم شکلش یه مقدار تفاوت داشته، ولی خب یعنی این نقطه با این نقطه یکسان نبوده، ولی خب من اینو حالا میارم پایین تر که مشخص باشه. ولی خب ادامه همین روان بوده، رفته این اوجو زده اومده اصلاح کرده، دور یه اوج دیگه زده اومده اصلاح کرده و سمت بالا حرکت کرده. چیزی که من از نمودار میبینم و تحلیلی که دارم، ابتدا این خط 1.5 1.55 1.60 یعنی 1.50 تا 1.60 رو باید بزنه. این مستطیلی که ما اینجا کشیدیم، من این مستطیل رو هم بازترش کنم، این نقطه رو میتونم حالا به رنگ سبز در بیارم. بعد این مستطیلی که اینجا میکشم برامون نقطه کلیدی هست. و بعدش هم نمودار روند جدید. حالا تایید همون چیزی که بهتون تو ویدیو قبل گفتم، تایید اینه که این نقطه 1.5 رو رد کنه. حالا میتونه یه اصلاح کوچیک یعنی یه نوسان کوچیک داشته باشه بعد رد کنه، یا اینکه نه در همونجا در جا بزنه و نقطه‌ای باشه که نوسان خیلی طولانی تر بشه، مثل این نقطه طولانی تر بشه، بعد یهو اوج سریع پیدا کنه تا نقطه بعدی. ولی به نظر من اینجوریه که اول میاد میرسه به 1.5، بعد 1.5 میاد یه ذره رنج کوچیک میزنه سریعا به نقطه 3 باید برسه و بعدش شاید از این نقطه به سمت بالا نوساناتمون بیشتر بشه، چون این نقطه بیانگر نوسانات شدید بوده. نگاه کنید توی هم دوره 2018 و هم در دوره 2021 و اینجاست که حالا در این نقطه یا نقاط بعدی هرچی جلوتر بره میتونه کانال به شکلی با کانال پایینی مطابقت داشته باشه. یعنی این نقطه یعنی اینجا قطع کنه، یا که خیلی دوره طولانی میشه، یعنی یه سال خورده طول میکشه تا به این نقطه برسه، ولی من بعید میدونم چنین چیزی باشه. و اینکه نه این نقطه رو رد کنه که بعدش از اینجا خط روندمون ترسیم میشه. پس من این محدوده رو اگر بخوام براتون با مستطیل نمایش بدم، از این نقطه تا این نقطه رو در نظر بگیرم که حالا نقاط رسیدن به اوج. و چیز دیگری که من میخوام بهتون بگم اینه که مسیر هم همینه، منحنی هم همینه. پس من از این نقطه تا این نقطه روند اوج قیمت رو باید داشته باشم، حرکت روند اوج قیمت، و در سال 2026 باید حتما $3 شدن با زدن، یعنی قبل از 2026 یا خدمتتون عرض کنم آخر 2025 باید این روند
$3 شدن رو داشته باشیم. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. انشالله در ویدیوهای بعد چیزای دیگه، ارزای دیگه هم براتون تحلیل میکنم، شاید طلا هم تحلیل بکنم و خدمتتون اطلاع بدم و ویدیوشو منتشر کنم. ممنون. حتما کامنت بذارید، اگه دوست داشتید فالو هم بکنید. روزتون خوش.